دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک مد کیکسی عجایبات با لذت تیار میکنیم برای افطار. محصولات لازمه برای ما 3 دانه تخم، 200 گرم شکر، 150 گرم مصله جشبر افغانی رستنی استفاده بریده میشد و 150 میلی لیتر شیر، 350 گرم آرد و یک پچکه رزرخلیت لازم است. همین محصولات برای تیار نمودن کیکسی ما لازم است. اما در اول 3 دانه تخمه، بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند کاری ما با فیض و برکه و آبروتیت با شکر تا کمتر سفید شدنش یعنی لب میزنیم. من تا شکراش آب شدنه یعنی لب زدم. اکنون من شیر و من مسکه همای همراه کرده یه بار دیگه همیشه خوش رو لب میزنیم. اما حتما آرد یعنی رزرخلیت همراه کرده همیشه با همراهی میکسر یعنی لب میزنیم کم کم. من خیلی با هم تیار شد، نگاه کنید، نه قصد نه سویوق، یعنی این طرف تیار شد. من اکنون شکلات همراه میکنم. من شکلات ما مایده کردم، کاندیترسکی شکلات میتونید یعنی مویز یا پرمز یا یگانچی نکنید. من برای باز هم با لذت تر آمدنش یعنی شکلات همراه کنم بسیار نه. اکنون ما یعنی خمیرمایه فرم با میگیریم. من فرمه من سیلیکونوی یکم بار پوسیم کمتر یعنی چرک کنم یکم بار بودنش با لیکن سیلیکونوی و لازم نیه روغم کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی خمیرمایه میگیریم یک خیلی می فرممو با شو فرمو به یک خیل گرفتم. با مدت 35-40 دقیقه 160 درجه با مابین تفتان میمونیم. بالای پایینه در میگیرانیم تفتانو. ببینید کیکسی ما هم پدیامه چقدر بلند شد. ما اینکو افرمه میگیریم یعنی افرمه میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. من نموده کیکسی ما چیکل آمد. نگاه کنید همش یک خیل خوش رو سرخ پختگی راستیگه بیکن بار این خالی بنده پختم. انشالله درونش هم خوش رو آمدگی. ما اینه تا خنک شد نشه نگام داریم. باید درونش ریزم کنیم. آزی ما اینه گرم و گرم یعنی درونش ریزه کنیم. درونش یعنی خمیرک میشد. همه پختگی همه جمع میشد خمیرش. برای همین تا خنک شدنش نگام داریم. بعد آرامیتیم. من کیکسی ما هم خنک شد. من کاندیترسکی میشه به یعنی شکلات آب گرفتم کاندیترسکی همین رخاشه یعنی آرامیتیم. یعنی شکلاتی سفید و سیاهی من آرامیتیم. میتونید یعنی ساخرنی پودره خودش پاشید شرط نیه. از سبب من دویم قسمشه یعنی شکلاتی سفید میکنیم. با نمودش یعنی دیگر میشه تماما. همین درخی یعنی قالب که من گول کرسیم. من با مابینای سفید به سیاه یعنی من سفید میمونه. خیلی با فانتزی شکلات کردم. نگاه کنید چقدر من با کمتر هر جاش به یعنی پسیبکا میپوشیم. باز هم یعنی نموداش دیگه میشه. خیلی فانتزی خودتون که خیلی خواهید تیار کنید. من اکنون نگاه میداریم 10-15 دقیقه شکلات ها شخص شد. بعد درونش ریزی کنیم ببینیم چقدر مونده است. چطور ببینید کیکسای ما هم یعنی شکلاتاش هم شخص شد. خودش هم شروع خنک شد. من ما درونش ریزی کنیم ببینیم درونش چقدر آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید یعنی ریزی کنیاش ملایمکی است. من داخلی کیکسی ما چقدر آمده است. من نگاه کنید درونش یگان قطعی خام نیه. من وزدوچنی خوش رو پختگی. من شکلاتاش هم چقدر آمده است.
کنید پیام‌هاش چیه. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتسیه کنید، یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهایی بهتر و بهتر میشه دوستان. تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.